جیمی، پسری لاغر با چشمانی که همیشه جایی دورتر را نگاه می کرد، جایی که چمن سبز، جای زمین خاکستری کارخانه را می گرفت. روزها در میان بوی فلز و عرق پیچ و مهره ها را می بست. شبها اما با کفش های پاره و توپی که بیشتر شبیه زخمی کهنه بود تا آخرین ذره توانش می دوید. هیچ کس او را جدی نمی گرفت. حتی مربیان می گفتند: انوید، پسر، تو زیادی کوچک و ضعیفی برای فوتبال حرفه‌ای. اما جیمی ایمان داشت. ایمان به اینکه صدای سوت آغاز بازی روزی برای او به صدا در خواهد آمد. پس تمرین کرد. زیر باران، زیر برف، حتی وقتی شهر در خواب بود، تا اینکه یک شب تلفن زنگ زد. صدایی از آن سوی خط گفت: ما تو را می خواهیم. آن لحظه همه سالهای خستگی و کارگری، همه شبهای تنها در یک نفس به یادش آمد. و سالها بعد همان پسر کارخانه در لباس آبی لستر سیتی جام طلایی لیگ برتر را بالا برد. در میان فریاد هزاران هوادار او ثابت کرد: رویاها فقط برای کسانی محقق می شوند که حتی وقتی دنیا خاموش است هنوز می دوند.